سلام دوستان، یه روشی میخوام بهتون بگم برای بریتی کردن مچ آستینای شومیزتون. شما میتونی برای دوخت بریتی این مچتون یه روش خیلی ساده تر بخوام بهتون بگم اینه که شما میای یه نواری رو به پهنای 5 سانتی متر برش میدید و طولش هم به اندازه این شکافمون باشه، یعنی این اگه 11 سانت اینم 11 سانت، طولش بشه 22 سانت. برای این قسمت در نظر میگیریم. بعد میاریم اینجا به این حالت میدوزیم. به اینجا که رسیدیم شکافمون رو باز میکنیم به این حالت، یعنی سوزن هنوز داخل کار ماست و ما فقط اینجا رو میتونیم بدوزیم. که من دارم با یک دست فیلم برداری میکنم. سلام بچه ها، میخوام امروز یه دونه بریتی بهتون بگم، یا روش دوخت بریتی برای آستینای مچی شومیزاتون. برای این روش اول که این قسمت بریتی که رو پارچه برش کردیم و اندازه میزنیم. هر چقدر که قدش بود 2 برابرش رو یه پارچه نواری برش میکنیم با پهنای 5 سانتی متر. بعد میایم این قسمت میذاریم لبه شکاف، شروع میکنیم به دوخت تا اینکه به این قسمت میرسه. بعد که به این قسمت میرسه سوزن رو در نمیاریم، بلکه شکافمون رو میکشیم که صاف بشه. اینطوری که دوخت رو ادامه میدیم. بعد از اینکه اون دوخت زدیم برمیگردونیم. حالا شما میتونید اتو کنید یا سوزن بزنید که کارتون فیکس بشه، راحت تر برید زیر چرخ. به این حالت میدوزیم تا به انتهای کار میرسیم. خب حالا ما این دوخت رو زدیم، نیش بخیه روش هم رفتیم به همین تمیزی و ظرافت. حالا به این قسمت به این حالت دیگه، درسته؟ خب حالا ما اینجا رو اینجوری یه تا میزنیم و اینم یه تا میزنیم به این حالت. حالا اینجا رو خیلی تمیز یه دوخت میریم. و در انتها ما یه همچین بلیتی تمیز